سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد مشکلاتی که برای هر کسی ممکنه تو زندگیش به وجود بیاد توی حکمت یک نهج البلاغه اینطور می‌فرماید که روش برخورد با فتنه در اینجا به معنای امتحان هست، به معنای آزمایش هست، به معنای اتفاقاتی که توی زندگی هر کسی امکان داره بیفته. حالا به واسطه بعضی از مسائل گاهی وقتا مشکلاتی به انسان به وجود میاد به خاطر درگیری‌ها و دعواها و اختلاف نظرهای اطرافیان. حضرت اینطور می‌فرماید کن فی الفتنه کابن اللبون لا زهر فیرکب ولا زرع فیلحب. توی درگیری هایی که اطرافت انجام میشه مثل شتر نر 2 ساله باش. این شتر نر 2 ساله چند تا خصوصیت داره. خصوصیت اولش این هست، حضرت فرمود لا زهر فیرکب، این شتر نر 2 ساله کمری که نداره که کسی بخواد ازش بار بکشه، ولا زرع فیلحب، و نه پستانی داره که کسی بتونه ازش شیر بدوشه. منظور امیرالمومنین توی این قضیه و توی این حکمت نهج البلاغه این هست که گاهی وقتا توی اتفاقاتی که اطراف زندگی ما میفته و توی مشکلاتی که اطراف ما میفته درگیری ها، خیلی ها میان گروکشی بکنن و از آبروی ما به نفع خودشون استفاده بکنن. حضرت می‌فرماید تحت هیچ شرایطی خودت رو در معرض این اتفاقات قرار نده و خودت رو یه جورایی بی‌طرف قرار بده. البته بعد از این که تشخیص دادی که هیچ کدوم از این دو طرف بر حق نیستن، یه دعوای ساختگی هست، یه دعوایی هست که فایده‌ای نداره و آخرش هم به هیچی میرسه. فرماید خودت رو درگیر نکن. اما اگر یک زمانی اتفاقی افتاد و تو دیدی حق یک نفر داره پایمال میشه، حضرت علی علیه السلام توی یکی از حکمت‌های نهج البلاغه اینطور می‌فرماید که حواست باشه طرف حق رو باید بگیری. همونطور که تو جنگ صفین وقتی امیرالمومنین به اصحاب و اهل شهر فرمود که بیاین همراه بشیم با من، گروهی از مردم اومدن گفتن که امر بر ما مشتبه شده، ما نمیتونیم تشخیص بدیم کدوم طرف حق هست و کدوم طرف باطل هست. حضرت فرمود که انهم خذلوا الحق ولم ینصروا الباطل، اینا حق رو خوار کردن و باطل رو هم یاری نکردن.